این خوابی عجیبی است. پیامبر از فرزندان غالب پسری فخر، از قوم تو عبدالمطالب. سپس نزد شیق رفت. او نیز عیناً چنین تدبیر کرد و باز افزود: حکومتشان به سبب پیامبری که با حق به سوی مردم فرستاده می شود سقوط می کند. حکومت او تا روز قیامت ادامه می یابد. شاه پرسید: آن چه روز است؟ شیخ گفت: روزی که تمام انس و جن برای جواب دادن اعمال خود برانگیخته خواهند شد. همه از روی عدالت به حساب خود می رسند. شاه پرسید: راست است آنچه که می گویی؟ گفت: سوگند به پروردگار زمین و آسمان ها و آنچه در میانشان هست، چیزی که برایت گفتم همه‌اش حق است و راست. تعبیر شیخ درست برآمد. او درباره ابرهه گفته است که از این همه واقفند در یمن. بله سرور مکه، این به همه معلوم است. مردم بین خود این را محاکمه می کنند. برای همین شاه نصر پسر ربیعه خاندان خود را در حال به عراق کوچاند و از این واقعه به شاه فارس مکتوب فرستاد. حالا در هرا حکمران است. در حقیقت این خبری وهم‌انگیز است. ای سرور مکه، احترامتان می کنم. آمدم تا قرض خویش را ادا بکنم و خبری ناخوشی آوردم. می ترسم که آن خبر را به شما بگویم. بگو ذوالنفر. عبدالمطالب سیر را پنهان داشته می تواند و از پیش آمدها هرگز نمی ترسد. ابرهه. چی شد با ابرهه؟ او سروری مکه، معذرت می خواهم. او پدری حریث. چی می خواهی؟ من از همیار مهمان دارم. خبری دارم از رقیه دختر نفیل. با او واخوردی؟ بله پدری حریث. او چی گفت؟ گفت برادری او ورقه، آن که بر دینی حنیف است. او چی گفت؟ رقیه گفت که به خاطر نور پیشانش میخواستم همسری عبدالله شوم. برادرش به او قصه را نقل کرده است. به زودی از قبیله پیامبر تولد می شده است و وقتی تولدش نزدیک آمده است. به این خاطر میخواسته است که همسری عبدالله بشود. ولیکن چون او با امینه ازدواج کرد، نور پیشانش نابود گشت و نخواست دیگر با عبدالله ازدواج کند. به هیچ کس این را نگوی. عبدالله با کاروانیانمان به شام رفت. هرچی که رقیه گفت چنین می شود. فکر میکنم امینه به زودی تولد میکند. زنهای تجربه دار قوم هاشم و زهرا را جیغ زن. خدا تولید را برای آمینه آسان کند. شما هم رفته کمکش کنید. برکه را بگو بیاید. برکه خورد است. چی کار کرده میتواند؟ آمینه دوستش می‌دارد. بگذار او در نزدش باشد. برکه، برکه. لبای. تو میخواستی که در خانه آمینه و عبدالله زندگی کنی؟ بله، من آنها را بسیار دوست می‌دارم. در حال نزدش میروم. برکه، در خدمت خاندان عبدالله بمان هر قدر که خواهی. نزد مهمان میروم. در تعجبم که ابرهه این را همین طور بگذارد. عجبا چه نقشه های کشیده است. نخود با مکه لشکر بکشد.
ای سروری مکه، ترساندنیتان نیستم، لیکن برای ساکنان این شهر خواطرم. معلومتان است که ما نیز خانه کعبه را گرامی می‌داریم. بگو ذوالنوفر، آنچه را که می‌خواستی. عبدالمطالب، بی پرده میگویم، شاه ابرهه به سرزمین شما حمله میکند. تو چی ها میگویی؟ آنچه را که شنیدید سروری مکه. ما با او چی بدی کرده ایم؟ عبدالمطالب، ابرهه معبد قلیس را که به نهایت با حشمت ساخته است و میخواهد عربها آنجا را زیارتگاه کنند. آنگاه شهر صنعا بزرگترین شهر تجاری میشود. تصور میکنید ابرهه چقدر درآمد میبیند؟ اون نمیتواند مردم را مجبور بکند تا معبد ساخته او را جای زیارت قرار بدهند. آخر مردم اختیاراً زیارت میکنند، نه اجباری. من هم پیش چنین فکر میکردم. قضیه دیگر است. بگو چگونه است؟ کعبه را ویران میکند. چی گفتی؟ سوگند به خدا اگر چنین کند تا آخر با او میجنگم. چقدر وقت لازم می آید برای آماده ساختن سپاه و حرکت به سوی مکه؟ تقریبا 1 ماه. چقدر لازم است وقت تا برسیم از یمن به مکه؟ 1 ماه یا کمتر و یا که بیشتر. کدامی از قبیله های عرب می توانند به ما مقابلت نشان بدهند؟ هیچ کس از مردم عرب جرأتی با شما مقابلت نشان دادن را ندارد سرورم. آخر ما برای ویران کردن خانه می رویم که عرب آن را گرامی می دارد. اگر این کار را بکنیم، شما این کار را انجام می دهید سرورم؟ حتما. اگر این کار را انجام بدهیم می بینی که عرب مطیع ما می گردد و سرحدمان از روم تا به شام. باید این کار را انجام بدهیم. این آرزو و مقصد یگانه من. هی مردم عرب، خانه مقدس و بت‌هایشان هم از سنگ و چوب است، باز به آنها سجده می کنند. بعضی بت‌هایشان از خمیر خرما است سرورم. خدایان از خرما؟ بله سرورم، بله، چون بت پرست گرسنه ماند آن را می خورد. خدایانشان را می خورند؟ باز میگویند که خانه کعبه بسیار مقدس است. سرورم، آنها این خانه را به نهایت گرامی می دارند. از خرما بود تراشیدن و آن را استعمال کردن به کعبه تعلق ندارد. آنها میگویند این خانه خداست که پیغمبر ابراهیم آن را ساخته است. آنجا را مقدس می دانند و به نهایت احترامش می کنند. میگویند زمینی ممنوع است. زمینی ممنوع؟ چطور؟ هرچه در اطراف مکه است به مسافه 1 فرسخ مقدس است. آنجا جنگیدن، ناسزاگویی و انجام گناه منع است. باز میگویند مرد و زنی در آنجا گناه کردند و خدا آنها را به سنگ مبدل گرداند. نام آنها ایساف و نیلی. تو چی میگویی ابن مقصود؟ آنها تنها بت هستند و اعراب تا حال آنها را پرستش می کند. روم باشد به کلی سرزمینی مسیحی ها گردیده است. مسیحیت گسترش می یابد. برای آنکه شهر ما مرکزی تجارت شود باید این مانعیت یگانه را از سر راه برداریم. کعبه را باید از میان ببریم. عاقبت حسد اهل روم را میکشد. اگر مانع ایجاد بکنیم بین عرب و نصارا، بین خسرو و انوشیروان و مملکت فارس، زود باشد سپاه را آماده کنید. علیه؟ پدری هوریس، و تو چی شد؟ غمگین می نمایی؟ حمزه چه حال دارد؟ حمزه خوب است. غمگینی هم از برای او نیست. دیگر چیز مرا ناراحت کرد. چی تو را ناراحت کرده است؟
امینه به او چی شده است؟ نزدی او بودم و دیدم گریه میکرد. از نبودن عبدالله بسیار اشک میریزاند. من نزدی او میروم. درود به شما نوری چشمانم. اینجا بنشین ای طالب. به خانه برادرم عبدالله رفته بودی فاطمه؟ بله، از امینه دلجویی کردم. او حاجتی ندارد؟ نه، پدرتان برکه را نزد او فرستاد تا کمکش کند. برکه را؟ او حالا خورد است، چیکار کرده میتواند؟ او را فرستاد تا همیشه در خانه عبدالله باشد و نمیشناسم خوشبختتر از برکه کسی را. خوراک میپزد، ربو چین میکند، آب میکشاند، همه کارهایش را بسیار خوب انجام میدهد. خلاص به همه کارهای آمینه کمک میرساند. خدا از او راضی باشد فاطمه، خدا راضی باشد. من با تو بحث کردنی هم نیستم. ای بیامان. ای ابو طالب. ای اهل قریش، ای ساکنان حرم، ما از دیگر مردمی عرب دیده باید مسئولیتی هرچی بیشتری داشته باشیم. حاجتمندان را یاری کنید و به خانگان جای دهید. به عهد خود وفا کنید و مهمانها را عزیز دارید. من به فقرا کمک میکنم، شما هم باید کمک کنید. و زنا را که در بین اهل قریش پهن شده است باید پیش راهش را گرفت. من دیگر نمیگذارم که اوریان طواف خانه کعبه کند. ای عبدالمطالب، ای سرور مکه، این عرف و عادت را هیچ کس از بین برده نمیتواند. من عبدالمطالب پسری هاشم این را از بین میبرم. ای اهل قریش، دخترانتان را زنده به گور نکنید. به خدا سوگند من دخترانم را از پسرانم دیده دوستر میدارم. وای بر شما، چطور شما میتوانید این کار را انجام بدید؟ آخر کلان شوند به شما مهربانی میکنند، پیر که شدید مددگارتان میشود و برایتان فرزند تولد میکنند و هیچگاه من این کار را اجازه نمیدیم. به خدا از این دیده کار جاهلانه تری وجود ندارد و این شرمندگی است برای تمام مردم عرب. نمیگذارم که دیگر قریشی ها دخترانشان را زنده به گور کنند. ای اهل قریش، ای سروری مکه، خبر اینو خوش آوردم. عبدالله وفات کرد.
ابرهه و سپاهش به زودی حرکت میکنند نوفل. این را میدانم. سپاهش بی نهایت بزرگ است. او به مکه می رود تا کعبه را خراب کند. قسم به خدا این شرمندگی است برای عرب‌ها. اگر بگذارند آن راهزن یمنی وارد مکه شود، باید مانعشان شویم. این را نباید نادیده گرفت. ای ذوالنفر، چی پیشنهاد داری؟ از هر جانب به سویشان حمله بکنیم و آنها را به قتل برسانیم. فکر میکنم با این نقشه پیشنهاد کردت کاری کرده نمیتوانیم. و باز چی نقشه داشته باشد؟ فکر میکنم مردم عرب نباید به این کار راه دهند، وگرنه شرمندگی است. خانه کعبه بی محافظت نمیماند. قبیله های عرب، اهل قریش و طرفدارانشان نمیگذارند که ابرهه کعبه را خراب سازد. حتما با او میجنگند، کعبه را حفظ میکنند. باوری کامل داری و یا اندیشه میکنی؟ اندیشه هم بود. آنها را خوب میشناسم و میدانم که برای حفظ کعبه میجنگند. به لشکر ابرهه از اعراب باز کی میتواند بپیوندد؟ حرامزاده ها، لعنت شدگان، و مثل قوم حارث ابن کعب از نجران و آنهایی که غارت را میپسندند. خدا لعنتشان بکند. از این حادثه سروری مکه عبدالمطالب را آگاه نمیکنی؟ همین که ابرهه به راه برآمد، با آنها در حال نامه میفرستم. مرا غمزده کردی ای عبدالله، جگر خونم برایت. هیچگاه آمین را تنها نگذار، کمکش میکن. تسکین بخشی قلبی او باش. میترسم که به حملش آسیبی میرسه. زنها را به نزدش بفرست تا همراه او باشه. هیچ باوریم نمی آید پدر که عبدالله از این دنیا رفت. سلام بر شما. علیکم سلام. مرحمت، بینشین. وقتی نشستن نیست عبدالمطالب. با خبری سنگین نزدت آمدم برادر. از مرگ عبدالله دیده خبری سنگینی هست. بگوید امک، چه خبر است؟ حبش ها ابو طالب. به حبش ها چی شد؟ لشکری بزرگ با سروری ابرهه سوی ما می آید. می خواهند کعبه را ویران کنند. نامه ذوالنفر همیاری است، برای شما فرستاده است. از ذوالنفر همیاری به عبدالمطالب پسر هاشم سروری مکه، ابرهه با سپاه بزرگ و فیلهای عظیم جوسه سوی شما می آید برای نابود ساختن کعبه. ای پروردگار کعبه خانه‌ات را حمایت کن. ای اهل همیار، ابرهه و سپاهش به سوی مکه روانند تا اینکه کعبه را خراب سازند. زور ما با آنها نمی رسد، ولی مجبوریم که بجنگیم تا مردم نگویند کسی از اعراب کعبه را حفظ نکرد. جز این دیگر چاره نداریم. چی پیشنهاد داری ذوالنفر؟ پیشنهاد دارم که به خیمه آنها حمله کنیم و زود به بیابان گریزیم، سپس از طرف دیگر حمله ور شویم. همین طور تا سرزمین قحطان و سرزمین قوم عبدالمدن پای در پای حمله میکنیم. آنجا قوه جمع کرده با نیزه و شمشیرها از 4 طرف هجوم میاریم. همین طور سپاه بزرگ ابرهه تا مکه نرسیده نیست و نابود میگردد. از صف نبرای ترتیب را نگاه داره. اینها
کیان ابن مقصود کی هستند که علیه به سپاهی با حشمت ما مقابلت نشان میدهند؟ من نمیدانم سرورم. فکر میکنم آنها هیمیاری‌اند که با ما مقابلیت نشان میدهند. میخواهند تا مکه راه ما را بسته بکنند. آنها بیعقلند. هیچ کس مرا از نقشه کشیدن باز داشته نمیتواند. من کعبه عرب را نابود میسازم. مرا گوش کن اسود. ما جنگاوریم. با آنها بجنگید، بکشیدشان یک به یک و نابودشان بسازید. سرورانشان را زنده نزد من بیاورید. جز سرورانشان همشان را بکشید، نگیرید اسیر. مرا فهمیدی اسود؟ زود باش، تأخیر نکن. اطاعت سرورم. درود به سروران قریش. شما را برای آن اینجا خواندم تا بفهمم خبری که بر من رسید بر شما نیز رسیده باشد. بله رسیده. بله خبر را همه شنیدیم. این فاجعه بزرگ است. چه پیشنهادی دارید؟ سپاه بزرگی است. کاری کرده نمیتوانیم. نخواد گذار مکه را بگیرند، کعبه را ویران سازند، زنهایمان را از خود کنند، مردها را بکشند، فرزندانمان یتیم بی خانه و جای. قسم به خدای کعبه من هرگز به این کار راه نمیدهم. شما راست میگوید ابن هاشم. برای حفظ کعبه جانمان را فدا میکنیم. ای سروری مکه، لیکن کعبه تنها معبد ما نیست. اما ما در اطراف آن زندگی میکنیم. پدری ولی بگذار تا آخر سخنش را بگوید ای حرب. بگو مغیره. سفیران را به سوی قبایل دیگر بفرستیم تا آنها نیز جنگاورانشان را برای کمک بفرستند و همه یکجا شده بر ضد ابرهه و سپاهیانش بجنگیم. فکری خوب است مغیره، اما ابرهه الکی نزدیک شده است و وقت کوتاهی میکند تا کسی با ما بپیوندد. عبدالمطالب، بگو امیه. فکر میکنم اهل قریش و طرفدارانمان بجنگیم با ابرهه. سروران قریش، مصیبت بزرگی در پیش داریم و کسی به امداد ما مردمی قریش رسیدن نمیتواند. بعضی از عرب‌ها خانه کعبه را دوست نمی‌دارند. قسمی بر ضد ابرهه می‌جنگند. از این رو این بی نتیجه است. قوت ایستادگی کردن را نداریم. پروردگار کعبه را التجا می‌کنیم تا خانه‌اش را حمایت می‌کند. راست، تا جان در بدن داریم باید بجنگیم. از خدای کعبه التجا می‌نماییم تا ابرهه را مثل ظالمان پیشین نابود سازد. خانه‌ات رو حفظ خدایا به ما کمک بکن. ای پروردگار کعبه. ذوالنوفری همیاری به سپاه شاه ابرهه هجوم کرد. چرا ذوالنوفر؟ چون که تو به قصد نابود ساختن خانه می روی که مقدسش می دارد مردمی عرب. خانه خدا را هیچ کس ویران کرده نمی تواند. میدانی که حاضر تو را من چی کار میکنم؟ نمیدانم جناب. اگر مرا بکشی تنها یک انسانم، اگر نکشی اینش کاری تو. مرا تحقیر میکنی ذوالنوفر؟ مگر نمی ترسی تو از شاه ابرهه؟ زنجیر بندش بکنید و بکشاندش تا ببیند چگونه من خانه کعبه را نابود میسازم. اولین مراتبه و همچنین تا ابد. من تحقیرتان نکردم، هشدارتان دادم. هر کسی که به خراب کردن کعبه کشید خدا او را نابود ساخت. بریدش و هر چی فرمان دادم آن را بکنید. استید، شما با کجا می روید؟ از خطری لشکری ابرهه فرار میکنید. خدایا، این خودش چی گپ است؟ ای سروری مکه، ای سروری مکه.
شمشیرت را پرتاب. و تو میگویم وگرنه سرت را از تنت جدا میکنم. تنها با یک شرط من تسلیم میشوم. قول بدهید که هیچ یکی از اسیران را به قتل نمیرسانید. شاه هر چی که فرمان داد همان میشود. مایلش گوش کن. شرطی ما باشد این است که با لشکری ما میپیوندید و راه را نشانمان میدهید. چی گفتی نوفیل؟ ای اهل قریش، ببینید ما تنها و ناچار ماندیم. سپاه ابرهه به مکه نزدیک می شود. در نیمه راه همیاری ها با آنها حمله کردند با سروری زنوفر، اما بیچاره ها شکست خوردند. همین طور قبیله عبدالمودن نیست. اگر ما تمامی سپاهیانمان را گیر آوریم، قومی کنانه و قومی حوزه را جمع بکنیم، از چند هزار بیش نمی شود. چی گفتنی دارید؟ سروران دیگری قبایل عرب چی میگویند؟ آنها نیز توان مقاومت نشان دادن با سپاه ابرهه را ندارند. گفتنی که ناچار خودمان تنها با سپاه ابرهه می جنگیم؟ دیگر علاج نداریم. بگو عبدالمطالب، بگو. هرچی که گفتی همان می شود. ای ورقه، تو دانشمند هستی، یگان پیشنهاد نداری؟ ای سروری مکه، اگر مردم قریش بخواهند بگذار بجنگند. فکر میکنم ابرهه برای جنگیدن نآمده است. مقصد یگانه او تنها ویران کردن خانه کعبه است. او میخواهد که عرب ها در معبد قلیس زیارت را انجام بدهند، یعنی معبد مظلوم نجرانی که به قتلش رساند زونواس. او بی‌صبرانه انجام این کار را میخواهد. اما یمنی ها او را هشدار کرده بودند که کعبه این حرم خداست و برایش اندیشه بد کردن نارواست و کسی هم اگر این کار را کرد نابود گشت. فکر میکنم که این را میداند سروری مکه، لیکن او در دین مسیحی است. همراهش اسود ابن مقصود، یکی از مسیحی های نجران و روم، آنها را سپارش داده است که سرزمین ما را ضبط کنند، شاهیگری خود را وسیع کردنیند. همینطور سرزمین روم از عدن و ابیان تا حجاز و شام پهن میگردد و تنها مکه است که مانع راهشان میگردد. تو همه این را از کجا میدانی ورقه؟ ای اهل قریش، شما قومی تاجرید، به مملکت های گوناگون سفر کرده اید و عرف و عادت شاهان را میدانید. ابرهه حجاز را ضبط کرده نیست. تا مقدسات اینجا را نابود نسازد آرام نمیگیرد. راست میگویی ورقه. ابراهام مقصدی بزرگی را پیشه کرده است. او میخواهد راه های مملکت ما از همه جانب مانع مردمی فارس بگردد. آنگاه سرحدی روم تا بحر هند میرسد. سرزمینی عرب را باشد، راه های کاروانشان میگرداند و امنیت را به دست میآورند. عرب ها باشند غلامشان. انا برای همین میخواهند کعبه را نابود سازند. چی میگویید؟ سازش بکنیم یا بجنگیم؟ چگونه کعبه را به حالش میگذاریم؟ اگر چون این کار را بکنیم تا آخر عمر عذاب میکشیم. باید طور ظالمان را فریب بدهیم. شاید پروردگار این خانه کشایشی برایمان میدهد. ما همه تو را باور میکنیم عبدالمطالب. تو سروری مکه‌ای و رهنمای مایی. همه عرب ها تو را حرمت میکنند. ابرهه نیز این را خواهد دانست و فکر میکنم چون به مکه نزدیک شود حتما او گفتگو میکند با سروری مکه. ای اهل قریش، فکر میکنم خدا نمیگذارد که ابرهه خانه کعبه را ویران میکند. طواف بکنید و از پروردگار کعبه التجای آن را داشته باشید که حرم را حفظ نماید. من هم حاضرم که برای حفظش خود را فدا کنم.
اوه خدای کعبه حفظ کن خانت رو. اوه خدای کعبه حفظ کن مکه رو. ما را حفظ بکن ای خدای هبیل. تنها از خدای کعبه درخواست کن. به نزد من ذوالنوفر و نفیل ابن حبیب. اطاعت سرورم. ای هنات. لبای سرورم. چقدر راهی دیگر ماند تا مکه؟ تقریبا بعد از 3-4 روز به اوکازه و بعد به لهلو میرسیم، سپس به مکه. آزادش بکنید. شما از من چی میخواهید جناب شاه؟ مرا گوش کن ذوالنوفر. شما مرا با قریشی ها و این خانه میترسانید؟ کو درباره آنها نقل کن. آنها تنها قوم تاجرند، نه اینکه غارتگر. حتی با خود سلاح نمیگیرند و کسی را نمیکشند به جز تجاوزکاران. آنها تاریخ کهنی دارند. همه عرب دوستشان می‌دارند و احترامشان می‌کنند و خود آنها نیز خیلی مهربانند، زیرا همسایگان کعبه اند. با کسی نمی جنگند و کسی هم با آنها نمی جنگد. تحقیر قریشی ها این جرمی بزرگ است و آنها را عزیز می‌دارد مردم عرب، زیرا محافظ کعبه اند. به من بگو ذوالنوفر، آیا راست است عرب ها بران باورند که هر کسی که به نابود کردن کعبه کوشید خودش نابود گشت؟ بله جناب شاه، چنین حادثه شده بود. با عمرو ابن لهی او بتها را از شام آورده در اطراف کعبه گذاشت. در بینشان بتی بود با نام هبل. آن را در داخل کعبه ماند. مردم می دیدند که چگونه تغییر میداد او دین ابراهیم را. نتیجهش این شد که او و قبیله جرهم را از مکه راندند و آنها پراکنده شدند. این چنین نقل میکنند قصه سعد ابن ابو کراب را. خواست که کعبه را خراب کند، اما خدای کعبه او را از این غفلت نجات داد. قصه ابو کراب را نقل بکن ذوالنوفر. میخواهم بدانم به او چه شد. عرب ها نقل میکنند که شاه ابو کراب بتها را پرستش میکرد. خواست که حجاز را ضبط کند. با آنجا لشکر کشید. به سرزمین قبیله حذیل رسید. با او گفتند جناب شاه، ما قبیله فقیریم، لیکن به شما مکانی را نشان میدیم که پر از جواهرات است. بگیر جواهرات را و آنجا را نابود ساز. معبدی در مکه نامش کعبه. با چنین نیت ابو کراب جانب خانه کعبه روان شد. در راه با 2 پیر خرد واخورد. با او گفتند ای شاه، کسی که کعبه را خراب کردنی شد خود هلاک گشت. همین طور قصه شاهان هلاک شده پیشین را به او نقل کردند. افزودند نشونیده ایم جز خانه کعبه خانه ای را که خدا خانه خود نامیده باشد. اگر تو این کار را انجام بدهی با سپاهت هلاک میگردی. ابو کراب آن پیران خرد را پرسید چی مصلحت میدید؟ چگونه رفتار بکنیم آنجا؟ آنها پاسخ دادند مثل دیگر مردم آنجا طواف بکن و حرمتش را پاس بدار. شکیبا باش و سر به سجده ببر. از متکبران مباش تا آنجا هستی. شاه از آنها پرسید چرا خودی شما این کار را نمی کنید؟ پاسخ دادند
این معبدی بابای ما ابراهیم است، اما مردمی آنجا ما را براندند و در گرد آن خانه بت‌ها را گذاشتند و خدایان خود اعترافشان کردند. ابوکرا فهمید که آنها راستگویند و باورشان کرد. کاروانیان قبیله حزیر را داشته دست و پایشان را ببرید و بعد سوی کعبه رفت. گرد آن طواف نمود، قربانی کرد و موی سر تراشید. سپس 6 روز دیگر در مکه ماند و برای مردم ضیافت آراست. کعبه را با چادری قیمت‌بها پوشانید و او اولین کسی بود که این کار را انجام داد. به قبیله جرهم فرمان داد که آنجا را پاکیزه دارند از هر گونه نجاست و ناپاکی ها و غارتگران تجاوزکار. همین طور برای کعبه قفل و کلید تیار نمود و مردم را فرمان داد که در آنجا گناه نکنند. در وصفش حتی شاعران شعرها گفتند. سخنان ابوکرا بیت شد: در مکه مکن گناهی هرچند اندک، احترام بجا آور به این خانه حق. ویران میگردد کعبه. پسرم، مرگ من نزدیک رسیده است. مرا گوش کن. به ابن حیبان چه شده است؟ از شام به نزد ما آمده است. با او احترام خاصی داشتیم. با وسیله‌اش از خدا باران خواستیم و آن را دریافتیم. اهل یهود، پسران قریظ نظیر با قینقاع، چگونه انسان مرا فکر میکنید چون نزد شما آمدم از شام؟ انسانی برحق. با وسیله شما دعا کردیم، اجابت شد. اهل یهود، حالا هم به شما دروغ نمیگویم و حق را آوردم. فریفته این نفسی خیش نگردید. اهل یهود، چه فکر میکنید سبب هجرتی مرا از شامی حاصل خیز و پر سبز به یثرب صحرای و بیابان شما در چی میبینید؟ شما آگاه‌ترید ابن حیبان. به شما میگویم بشنوید و به یاد داشته باشید. حتما در انتظار پیامبر اینجا آمدم که ظهورش نزدیک شده است و به این شهر او مهاجر میگردد. بسیار امید داشتم که پیروی او شوم چون ظهور کند، اما فرصتم کم مانده است. شما باشید حتما از او پیروی کنید ای اهل یهود. مرا همه شنیدید؟ بله، هممون شنیدیم. همه‌تان مرا شنیدید ای اهل یهود؟ وصیت او را از یاد نبرارید. سرورم، چه شد اسود؟ شاید قصه هایی درباره مکه شما را به ترس آورده باشد. این تنها افسانه هایی هستند که آنها به این واسطه خطر را دور می سازند. آن خانه تنها مکان نگهداری بود هاست. گوش کن احمقی اسود. سرورم، این کاری شاهان است. شاه با سپاهیانش نام بده از یمن. ابرهه این بیابان دور و دراز را طی نکرده است که افسانه های بافته عرب ها را شنیده پس بگردد. من این خانه را نابود می سازم و عرب ها را مجبور می کنم که عبادت کنند در قله است. آنگاه تمامی تجارتشان در سرزمینی من صورت خواهد گرفت. چون مکانهای مقدسشان را نابود ساختم
مجبورشان میکنم تا دین مسیحی را قبول کنند. ما مانع کار فارس ها میگردیم. چه خیل فهمیدی اسود؟ من همش را فهمیدم سرورم. در زمانهای گذشته هم در راههای مکه به سوی زیارت کنندگان کعبه حمله می بردم و آنها را غارت کرده اسیر می گرفتم. یگانه آرزوی من این است که عرب ها را مجبور بسازیم تا دینی مسیحی را قبول نمایند. اگر خانه کعبه را نابود بسازیم دیگر کاری نکرده عرب ها خود سوی ما می شتابند، زیرا آنها مقدساتشان را گم می کنند. پس زیارتگاه کجا می شود؟ قلیس. تو می دانی اسود، دین است که مردم را به وحدت می آرد و به آنها قوت می بخشد. چون دین ما را قبول کردند مطیع ما می گردند. دانسته باشی اسود، آنگاه همه یهودی های یمن و این چونین زونوس یهودی و کسانی را که با فارس ها هم پیمانند از یمن می رانیم و ما ویران می کنیم خانه کعبه را. غلامان ما می گردند مردم مکه. من با این لشکرم نآمدم که مغلوب گشته فرار کنم. من برای مسیحیت نقشه بزرگی را بررسی کردم، آن را عملی میکنم. هر مشکلی که پیش آید میبینی که نقشه های من مسیحیت را در روم پهن میکنند. من و سپاهیانم حکمران میگردیم بالای سری مردم عرب. میدانی ابره با حکمت و دوراندیش است. به مردم عرب میگوییم که مقصد ما جنگیدن نیست، تنها میخواهیم که کعبه را نابود بسازیم، بر عوض کاری که کنعانی کرد در قلیس و بر عوض تحقیر ما و کشته شدن یک از شاهانمان از دست مردم عرب و قبیله کنعانه. آنها مقابلت نشان داده نمیتوانند و به ما تسلیم میشوند. بگو کی سروری آنها؟ نفر با نام عبدالمطالب. همه از او اطاعت میکنند. او را میخواهم ببینم. اطاعت سرورم. بعد از آنی که مسعود ابن معتب ثقفی به حرم خدا کعبه خیانت کرد و ساکنان مکه را فکر نکنید، ما از آنها محافظت میکنیم. اطاعت سرورم. تجاوز آنها را به نیکی نمیبرد. ویران بکن. خدایا ابرهه را نابود بساز مثل ستمکاران پیشین. سرورم همین تولد کرده سرورم. تا دنیا آمد محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطالب ابن هاشم. بدنم را بوی خوشی آن تیفو فرا میگیرد. به خدا سوگند محمد را آنچنان پزمند میشوم که مادر فرزند را